بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المحترم المزنگی ما به میلادی 10 مارچ باشدگری برای مسلمان ها برای عبادت تصمیش که روزها در ماه میلاد هجری در 18 روز انشاءالله شعبان که 12 روز یا 11 روز دیگه انشاءالله رمضان میداریم. مومن آدم امروز این صحبت من در این صحبت میکنم درباره تاریخ دینش، تاریخ راهش، تاریخ مذهبش و آن انسان هایی که برای و انسان ایمانش سبب شد و برای انسان اسلامش خدمت کردن درباره همه دانستنش، تعلیمات دانستنش این یک شرف مؤمن است. میدانیم که پیامبر خدا 571 سال میلادی این هم بازدارشیم سالانه ماه اپریل 22 سالش در شهر مکه در اولاد قریشی به عالم آمدند. یاشان درباره معروف سخنشان گفته 40 سالگیشان یکم غار حیرانده آیت نازل شدگی تو همون آیت نازل شدن پیامبر خدا از خودشان پیشنگ پیامبرهای درباره‌اش خوابهای صالح می‌دهید. آخرانی 1 سال 2 سال آخر کارهای سوداگری کم کرده عبادت و بسیارتر وقتی رو میکردن. در این 22 سال و 2 ماه 22 روزنده با واسطه جبرائیل علیه السلام یکم آیت سوره هم اقرای 7 آیت اولش شدگری آخرین آیت هم سعود الله لقد اکملت لکم دینکم هم آیت باشدگری همین آیت ها نازل شد. یک روزنده یک چند آیت هم می آمد، یک چند هفته نمی آمدن. همون نسبت حالی حیات عرب ها همون جان مشکل شود حوای به یک شب آیت می آمد. پیامبر خدا 12 سال اطرافش در مکه 10 سال زیادتر در مدینه زندگی داشتگری اول اسلامانگی بعض حکم ها آخری اسلامانده دیگر چه تبدیل میگشت. یک چند آیت های مکه نازل شدگی مدینه بیکار شد. همون بیکار شدگی آیت ها در قرآن نوشته شدگی شده است. 14 سوره 30 بار قرآن 6236 آیت الهی حاضر گست ما بتدگی مصدر هم میخواندگی قرآن مونده مجسم شده است. قرآن دست ما تا همین شکل آمدن انچه صحابه ها مهنت کردگی. دور حضرت عمر دور حضرت ابوبکر جمع شد، آخرش آمده دور حضرت عثمان با آمده قرآن 7-8 شکل جمع کردن. همون وقتها 8 منزل همون شهرهای کلانی اسلام به فرستاندن همون جنده از وی استفاده بردن کارها. علی بن ابی طالب یعنی 4 خلفای راشدین بعد خلیفه شدنشان اسلام رواج یافت. رواج یافتن دولت‌های وطن‌های افریقا الى آسیا همه جا خوب شدن. سفر مسلمان ها مدینه و
مشکل شد. برای تعلیم گرفتن رفتن با مدینه سفرشان دور شد، چون که آن وقت سفرها فقط به خشکی میشدگی. با سروری علی بن ابی طالب چهارم خلیفه کتی دیار شام با حاضر اطراف عراق همه شهرها مرکزی اتفاق شدگی. همونجا یک چند هزار صحابه همونجا حیات میبردن، همونجا خدمت اسلام میکردن. حاضر ما شناسادگی حدیث ها نهایت امام بخاری، امام مسلم، یکی امام محمد بن عیسی ترمذی، یکی امام ابو داود سجستانی، یکی امام ابن ماجه، یکی ابن احمد شعیبی نسائی ها جمع کرده همون 10 حدیث ها، حدیث کتاب ها دور پیغمبر خدا جمع نشده. سبب قرآن با علش نشده گفته. بعد همون صحابه ها کم بودن راست، اصلاش 100 سالنده 5 تا اولاد میبیاده. دوری امام بخاری 200 سال 220 سال بشه دیگری یک 11 تا اولاد گذشتن است. دشمنان اسلام حدیث های گفته پیغمبر خدا و زیان رساندن سر کردن. موضوع یعنی بافته حکم های بسیار خوش کردن. همون دوره طلب شد علم ها همون 6 تا علم یکمون عموماً 10 تا همون محدث ها حدیث های جمع کردن و همون هر یک جمع کردگی محدث خودش به وظیفه کرد که من حدیث از اهل علم میگیرم، من حدیث از اهل تقوا میگیرم، من حدیث آدم باور میگیرم، من حدیث عمیق انسان ها میگیرم، کوچک زن نمیگیرم، چون که این امانت خدای من یک چیز جمع کردم کرده و در این انده شوهر نشود گفته خداهاشون شرط موندن. این خیلی آدم ها بودگری این من صحیح حساب میکنم، این خیلی آدم ها بودگری این من ضعیف حساب میکنم گفته خداهاشون شرط موندن. یعنی باز ما بین همون یاشان این حدیث صحیح این حدیث ضعیف گفتگی فکره اصلش محدث ها برای همون کتاب باشون با همون حدیث در آوردن از طرف همون محدث مونده شدگی شرط ها بودگی خلاص ها تو همون محدث های کی ها داشتگی. امام شافعی استادشان شیبه گفتگی عرب استادشان مکگی 80 سال هجرنده 81 سال هجرنده امام ابو حنیفه نعمان ثابت یک وقت تولد شدگی. این دورانده حدیث تو کردن سوی جمع کردن عرف نبود. این دورانده انسان ها حکم ها محتاج بودن. کدام کارنده چه خیر کنم طور میشد گفتگی حکم ها محتاج بودن. 100 سال بعد صحابانگی حیاتنده فقط عالم ها احکام های شریعت همه خیر حکم هاش جمع کردن پر کردن. یعنی آنها از خیال خودهاشان نه از یکمش از قرآن گرفتن. نه قرآن انده 120 آیت جان سوی آیت حکم آیت سمیشه از 6236 تا آیت 120 شنده انسان حیاتش پر به واسطه دخل دار حکم های حکم حرام حلال کردن نکردن و همون
اصلش نمودگی حکم ها مودگی همون سیو حلال شدگی سیو حرامش همون آیات ها 120 درصد میشه از همون آیات گرفتن دوم و هو دلیل شد یعنی احکام های شریعتی که حاضر ما چخیر حیات بساییم طرز عبادت کنیم ما طرز روزدار ما طرز معامله ما همون کدام چیز همین کار ماننده طور گفتگی سوال به جواب مشتگی حکم های یحکم اصلا یعنی اصلی که پیامبر خدا زنده کردن آخر همون اصلا فقیه ها مجتهد ها جمع کرده شده از همه حکم ها سنی همه حکم ها سنی تخمین گرفته همه به اخشنش کننده حاضر وقتنده به اساس فلان حکم گفته میگیریم دیمک بیان بعد قرآن از سخنهای صحابه ها گرفتن یعنی یک حدیثه فلان دیدن پیامبر خدا فلان خیلی کرده دیدن گفته که حدیثه گران نگری شنوان نگری همون حدیثه کی گفته گی فلان چون گفته گی همون حدیث با کدام صحابه ها عمل کرده دی اگر عشرت مبشره 10 جنتی صحابه همه شو اکثرش عمل کرده شده گری دیمک این حدیث مقبول گفتن یک تا دوتا صحابه عمل کرده شد این مقبول نگفتن این با این مشهور نبرستن حدیث کتی اینی گفته پیامبر خدا کتی همون حکم موبیلشان در صحابه های تابعین های از حیاتشان گفتن چه با اینها عمل کردن چه با عمل نکردن همه کردن حکم ها تشکیل شد حاضر وقتنده من فقط از حدیث گرفته حیات میبرم من فقط از قرآن خودش حیات میبرم و دیگری از خونه برمان ایتنه از حدیث 600 چند تا حکم گفته شدگی از قرآن 120 عمومی حیاتی مومن با عمومی حیاتش با 1 میلیون زیادتر حکم شدگی 1 میلیون زیاده حاضر حکم ها کتاب ها در نوشته شدگی ارکان نماز حالا گفته بگوییم حکم معامله ها قرض دادن قرض گرفتن یک انسان با وعدت یا چخیل حکم میشه قسم خورد سه میکنند یک آدم یک مزنک با خوازه موند چخیل خوازه موند نکاح چخیل شرط باش طلاق شرط باش رضاعت گفتگی چیزهای همون حکم های اکثرش از صحابه های از حیاتشان از سخنهاشان بدوی همون صحابه و تابعین های تبع تابعین های اتفاقشان اجماع هاشان اجماع معناش جمع شده همین چیز به خلاصه کرده باشند و های از فکر خودشان نکردگی فقط از همون از حیات پیامبر خدا شنودگشان دیدگشان و از حیات صحابه ها شنودگشان دیدگشان جمع کرده حکم ها جمع شدگی مکن به گفتگی اکثر حکم ها مدینه و آمدن است بکار شدگی قرآن انده حکم ها آمده که دیده آدم دماغ همین چیزا حاضر کردن فرض گفتگی میکنند ما سبب نزول یعنی خیلی نازل شدگیش به کدام واقعه و جواب شدگیش اگر خانه دگری معلوم قبیله و معلوم حالنده معلوم وقتنده اجرا کنه شدگی سان دیگه شک اجرا نکردگی برای اینا فهمیدن البته علم و استاد زحمت دید یک روز جدا تاریخ واقعه این کتاب این اصلا واقعیه همون استاد امام شافعی محمد بن ادریس استادشان همون شیبه هر دوهاشان مکه در مسجد صبح وا میخورند که علوم های داشته بشناختگی همون همون علامه ابن شیمه و به ابو حنیفه
درباره رفع الیدین من از فلانچی این از فلانچی همه خیلی حدیث آمده است. همین اساس به گرفته من نماز رفع الیدین میکنم. گفتگنده امام ابو حنیفه میگه که من ابراهیم فلانچی از حماد حضرت علی روایت میکنن. هم به همین روایت بنوان رفع الیدین نیست، رفع الیدین منسوخ شده. گفتگنده میگن که راوی های شما همه هاشون امام شافعی ساشون که راوی های شما همه هاشون فقیه آمدگی. طوری راوی های من هم دو تا هاشون غلام گذشتگی، یک تا هاشون آمد گذشتگی گفته میگن. یعنی همون سرمذهب ها از کی گرفتن؟ از عالم می، آدم مشهور می، همینش هم اعتبار دادگی. بعد همون 200 سال شدن بس مابین امت انده پیغمبر خدا فتنه بسیار شدن بس، همین خیلی گواشون باید تحمل شدن بس. همین سخنهای رسول خدا گم نشود، آینده امت خواند فهمد گفته همون حدیث ها جمع شدگی. لیکن از این گرفته خودشان حکم برای گفته معنی نه. همین چیز همین سخنهای رسول خدا 500 عوض گذاره دگری همون یک مضمون خودش گرفته از وی حکم برآوردن کارقین. همون حکم با کدام صحابه عمل کرد؟ اون صحابه فقیه بدمی، آدمی عامی بدمی، نسبت همین حکم آورده. برای همین ما بین انسان خونده من حدیث گفتیم، من تو از قرآن گفتیم، گفتگی سخن ما عادل نکند که همون از حدیث برآمدگی همون حکم حقیقتا حکمش جاری می یا قبول می یا مقبول می ما اینو نمیدانیم. فقط حدیث ها گفته میشد که حدیث های فضائل اعمال میگوید انسان فضیلت عبادتش پروردگار بر نظر میکردگی کارها ترغیب باشد استفاده برده میشد. لیکن حکم باید داخل دار باشد دگری و اندما دیگیم طرفانگی همون ما فهمیدگی، ما شنیدگی، ما خواندگی حکمه دو دیگیم طرفش ندارم و به خلاصه کنه میشه. همین خلاصه نکردن ما بعضی جاهان دا گپ‌های بیهوده هم پیدا شده است. این است فهمده نفهمده انسان ها اهل علم ها غیبت تهمت های هم سسته. سوره همزه همون میدانست که سوره همزه استعاذ بالله ویل لکل همزه لمزه. پروردگار میگوید که ویل شود، دوزخ شود غیبت چه ها از قفا غیبت میکردگی یا نشنی مسئله میکردگی انسان ها. لمزه گفته یا نشنی مسئله میکند که ازامه کرد از قفا غیبت میکردگی انسان ها ویل شود گفته. مومن آدم یک تا فعلش کردی خودش به دوزخ تا گرفتش میکنه است. برای همین این آیت حکمش حقیقت حکمی جاری شدگی این چیزا یگان دیگه آیت منسوخ نکرده. دیگه این حکمش حکم جاری حکم صاحب است. یعنی پروردگار دوزخ شود، دوزخ باید میفرستانم، من دوزخ هم میدارم انسان هایی که غیبت میکنم موسیقی یا نشانش نید مسخره میکنن، شما پس نمیزنن، شما همه یک رهوی مسخرگی در آورده میمونن. همین خیلی انسان ها باید شود دوسته پروردگار. همین خیلی حالها ما باید خود را نگه داریم. انسان با فعل خودش میشه جواب داده نشه حس کنش نکرده. اینسای موضوع حدیث خونده همین موضوع جدا داخل شد. مثلا میگن که
من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت عليه النار أنتم شهداء الله في الأرض. ای جماعت، ای امت، میگه اصلا شما پروردگار را روی زمیننگی گواه ها شما گواه بودن ایست نبراتون. اگر جماعت یک انسان نازش به گواه شود وجبت علیه الجنه و انسان جنت واجب میشه. با فعل اطوارش، با عبادتش، با دیگه نغزهاش، انسان های قلبش به آدم نغز گفتگی صفت اگر در آمده شد دیگری داند که و انسان ها همخیر آدم نغز گفته گواهی دهند و انسان به جنتش به اشاره است. اگر عکس این شده مونده روی زمان ایک گنده خلاص شد. گفته دیگه چه بگم معناهای گنده کتی. اگر یک انسان به گواهی دهند دانم که و انسان به پروردگار به گواهی همه ها کتی و انسان به دوزخ واجب میکرده است. گواه هم خیلی انسان های هم خیلی شنی اشتنه بشد دلوزار استروی غیبتچی سر استروی تحمتچی به خیلیت همین انسان هم خلاص شدیم گفتگی اگر سخن صفت ما و اگر دوله شود استغفار گوییم کفاره بشتگیرم. پروردگار با زبان پیغمبرش شما امت شما جمعیت پروردگار در روی زمیننگی گواهاش اساس می گواه هاستی که گواهی دهند همون حکم جاری شدنش حق است. همه لش اگه انسان ما ناز نیدم گندگیش ما رسد. ما همون و انسان گندگیش اگر از گندگیش پرسته شود دیگری اکن همه انسان عملش به خداش انسان های بدل گذشتن فقط نواسه گفتن پیامبر خدا فرمودگی من هیچ کس از خفاش این سه بدل مردن غیبت نمیکنم گفتن بدل همین در حقیقی حقیقتا اسلام ما ایمان ما کامل میشه. درباره انسان های گذشتگی ما در رفت سه های فانده پاتیم خیلی 80 سال 70 سال 50 سال 30 سال پیش خطا و ما و انسان با شاهد باشه مگری خطای و انسان ما حالا ما توبهش به شاهد نشده همون خطاش که ما و انسان با تمقیم میزنیم. خدا نگهدار انسان گذشت می تمام با انسان فقط در حقی نیکشی گم میزنیم گذشت می همون جواب مونده میشه. این چیزا آخر وقتاندا ما بین محله هوندا قبیله هوندا قبیله چی سوس اولتی غیر اسلامی سوس تاریخ بینه پیامبر ما هوتاندا چند شهید مونده مدینه دا ما بینش 5-6 کیلومتر از پیامبر خدا از خونه‌شون تو همون جمشیدگی جایا 5-6 کیلومتر جا 70 من از 60 تا 70 تا صحابه همونجا نشیدن همونجا موندن. از مدینه کفنم نچخوندن بدگش کتیم هم تو پیشاده موندن دیا میتونستن 500 تا آدم 70 تا میت برده قشتاب و گرگدام میتونستن. امت به همین چیز جاری نشود همین چیز امت به مشقت نشود گفتگی ماننده پیامبر خدا همونجا موندن دیمه حقیقش همیشه آلت دروانجا نکرده مونده از شهرهای مسافری هزارها کیلومتر با مشقت گرفته آمدن غنچه کده میخورد. این چیز برای ما ممکن فخر باشد ممکن برای ما عاریت باشد لیکن برای مرده برای میت این چیز ثواب نه. از پشت این تلاش کردن از پشت این معما کردن ما گم کردن مونده کار
ننده کار خیر نیست. ثانیاً درباره قرآن و حدیث مابین قرآن و حدیث انده نافهماگی اگر فهم مگری دیمت ما خامساگی جا ناتور خامساییم یکی ما ناتور فهمساییم یک آیت اومده شده گری همون آیت با قرشی حدیث انده معناش نوافق براده گری دیمت همون حدیث همون آیت نازل شدن پیشتر شدگی بعد این آیت اومدن مست آن حدیث بکار شده گفته ما میفهمیم حقیقت خبر میکنیم ده نفهمیدگی ندانستگی جا مونده از همین خیلی از حکم کردن خدا همه احتیاط میکنیم. دور پیامبر خداوند یک همین خیلی قصه گویم سالی اتون فرمان میشه. بعد پیامبر ما گذاشتم بعد یک نماز یک سوال شد همونجا صحابه ها یک سوال شد یک دوره صحابه بعض ها بسته میگن بعض ها بسته میگن یک دوره صحابه ها همشون صحابه های مجتهد این پیامبر خدا علمشون با کفل بدگی و انسان های جنتی بدگی گفتگیش بشارت شدگی انسان های هم در نحوه نهیان حکم شاید که همون کهنسالش یا ایالانگیش پرسید تو درباره این سنه گفته ویش عینش پرسید آخرین همون اهل علم کهنسال با سوال گشته اومد شما سنه گفته یک حکمه خوانده گفتدن که همه هاشان همه چیز طوری گفته جواب دادن یعنی خودشان به خودشان از فتوا دادن احتیاط میشدن احتیاط میکردن حقیقتا مومن انسان ایمانش کامل باشه دیگری از فتوا دادن احتیاط میکنه خشن این فتوا دین حساب میشه دین با ناتوری فکر دادگی آدم دین ویران کردگی حساب میشه دین ویران کردگی انسان حکم خدا با خشی انسان حساب میشه برای همین اصلش نفهمیدگی نمیفهمیدگی نمیدونستگی انسان با سوال دادن نکن از فلان چه پرسیدم و خیلی گفتنو همین خیلی گفته دویم سوال دادگی آدم یا وای آدم ازدامه دادگی یا که وای انسان یکم انسان به علمش این آدم اسلام نکردگی برای همین آدم های علمشان ارتحال مسئول نبودگی انسان ها درباره شریعت سوال دادن چه کنند و انسان های نفهمیده یک حکم خدا و نوگری در آورده از دوزخی کردن خدا می احتیاط کنیم این کار ناز نیست محل مونده خدمات است یک محل دملو محل نمازی ما اگو نیدگیم نمازی منده در خونش نماز میخورن نمیدونن در حق همین سمیگه دکتینده از خدا و انسان ها ایمان پرستن دماغ همین خیل جماعت مثل نمیکردگی انسان پیشوای شما بوده است دماغ شما همین خیل انسان با قفاشند اخدا کردن با لایق انسان بودید برای این علم خواندن با خدمت اسلام با کمک محبت هم در کردیم اصلش یک قشلاق هم یک آدمی فتوا میدادگی همون حرام و حلال جدا کار میتونستی درجه اندر علم های کفایه میدونسته انسان نباشه دیگری همون انسان ها همون بای های همون قشلاق سرهای همون قشلاق همه هاشون گناهکار حساب میشن تا یک اهل علم برآوردن اهل علم برآوردن همون پیشینه وقتنده زادگان میگفتن همون زادگان های همون قشلاق ما مجبوریت سه میشه اگر کدام انسان همون قشلاق من سرش من زادگانش من بودگری دمک یک تا اهل علم با یک
طالب علم با کمکچی شده اصحاب شده هوایا همون قشلو خانگیده یک حکم ها در پشت که بنده هوای پرسه متوسط درجه ده علم دار کردن گردن هوای ها گردن هوای انسان هنگی مجبوریت همچی وقتی است که نمونه کردیه بسیار باسی سال باز قشلو خانده ملون است دملون است یک قرآن خواندگی انسان نیست گفتگی انسان ها همه هاشون قطعی گناه کنن یک انسانی اهلی من نبروردن شما همون قشر خانده یازدگان نیست یازدگان ایماندار نیست خدا نگه دارد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره پروردگارا اول خواندگان خدا ما عمل کردن و پروردگارا عمل های کردگو ما نگه داشتن با پروردگارا عمل های کردگو ما ظاهر نکردن پروردگار خواب عمل بسپریم پروردگارا دنیا آخرت سعادت من کنی خدمت مسجد سیران راه روز باز خدمت مسجد و همیشه به شما حرکتن پروردگار و انسان هم خدمتشان پروردگار کامل کند دیگه انسان هایی که برای آبادانی مسجد آبادانی دیار خدمت کردن پروردگار دنیا آخرت سعادت من کند و صلی الله خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين